بچه اومدم کوک کردن سنتور در دستگاه شور رو به شما آموزش بدم. برای این کار اول باید این برنامه رو نصب کنید و آچار کوک داشته باشید. بریم با هم بهتون آموزش بدم. خب بچه ها، برنامه که بهتون گفتم نصب کنید رو باز میکنید. من الان سازم کوک داره. سیم اولی در گوشی های سنتور میشه گوشی آخری. فای سیم سفید باید تو این برنامه فا بیاد. میبینیم که ببینید داره نزدیک شه به فا. یه ذره دیگه حدودی هم که نزدیک این خط وسطیه بود ایرادی نداره. سیمای سفید که کوک شدن باید ببینید سیمهای پشت خرکم مثل همونا باشن. اگه اشتباه باشن شما باید یه خورده خرک رو با آچار کوک هل بدید این ور اون ور. میریم سراغ سیم دوم. خب این معلومه که خیلی کوکش این داره نزدیک شه به فا. خیلی رفت. الان درست شد. ببینیم سیم پشت خرکم درست شده. بله درست شد. من این سیما که افتاد دوباره افتاد. خوبه. ببینید الان همه سیما تقریبا یه صدا رو میدن. به صدا هم گوش کنید چون بعضی موقع ممکنه که برنامه قاطی کنه. به صدا هم گوش کنید که اگه صدا یه سیما اگه صداش فرق کنه اون نوت اصلا کوک نداره. سیما نباید نزدیک به هم باشه. درسته. بچه من الان لیست اون نوتایی که باید تو این برنامه کوک میشن و میذارم براتون. این قسمت هم تموم شد و میبارم که خوشتون اومده باشه. در قسمت بعدی کوک دستگاه دومینو رو بهتون آموزش میدیم. با ما همراه باشید.